و مهمان ویژه ما که یکی از آشپزان مشهور کشور ما می باشه. انسان که عاشق نباشه وجود نداره و او خودش میفهمه که با کی خواندیم. ما تصمیم ازدواج دوباره دارین بخیر انشالله. یا و دلانگیز جان دوست داری که عروسی در کجا برگزار بکنی و کیا در عروسی حضور داشته باشه؟ عاشق گل بوز کردم وستین یگانه دردم، عاشق گل بوز کردم وستین یگانه دردم، سین یکونلم نبیردم آخ آخ قرقوز آخ آخ قرقوز. یگان وقت اگر یگان کلیپ داشته باشی مرد دعوت کنی میخوای دختر فیلمتون باشی یا نه؟ آیا ایت یک کامنت هم میگیری که صدقه چند دلانگیز جان یا یک چیز طبیعی امثال از این؟ اگه تو یارکی من باشی من با دنیا غمی ندارم، اگه تو مهمان من باشی من با دنیا همه را دارم. یگان خاطره جالب از سوشال میدیا یا کنسرت هایی که داشتین خدای نخواسته کدام افتادن کردین یا اما یگان خاطره دارین؟ در پشت سر نباشه؟ دقیقاً این خاطرات زیاد داشتم، البته خصوصا در افغانستان که وقتی کنسرت می داشته باشم می رفتیم مثلا دعوت می شدم. لحظات شاد عیدی را در ویژه برنامه عید سعید قربان روز اول عید از چینل یوتیوب نوری پرودکشن بیننده باشید. این برنامه از طرف نوری پرودکشن تنها تصویر باقی میماند، پس باید تصاویر معیاری و با کیفیت را نگه داریم. و تالار عروسی ویکتوریا پلاس ویکتوریا پلس همدم لحظات خوشی های شما برای شما تقدیم می شود.